سلام، چطورین؟ یک کلیپ دیگه از ادونچر ایرانی. میدونید که یوتیوب به ازای بازدید یه مبلغی میده. هر 1000 بازدید یه مبلغی میده. هدف منم از این چنل، از درآمدش اینه که برسونم به دست نیازمندان. من در اون حد نیاز ندارم. فقط دوست دارم که تولید محتوا کنم. اول خواستم اینستا فعالیت کنم، بعدش گفتم چه بهتر که از یوتیوب شروع کنم و از سابسکرایب و بازدیدای شما که درآمد میرسه چنل برسونم به دست نیازمندا. و خیلی دوست دارم اون جاهایی که من میرم، نقاط دور افتاده، مثلا روستاهای دور یا یه جاهای وسطای جنگل، یه محله ها فلان، که واقعا نیازمندا اونجان و به چشم ما طبیعتگردا و کوهنوردا میبینیم، خیلی ها رو میبینیم. و اون بچه هایی که با شور و شوق میان به طرف آدم، خیلی دوست دارم که یه حداقل گیفتی پیشم باشه که بهشون هدیه بدم. تو این راه میخوام شما کمکم کنین. کمک شما سابسکرایب و مشترک شین و لایک بزنین و کامنت بذارین تا دیده بشیم. هر چقدر بیشتر بازدید بخوریم، هر چقدر بیشتر ساب جمع کنیم، مبلغ بیشتر میشه و ما دستمون بازتر میشه که به کمک کنیم. چون مبلغم دلاریه، خیلی عالی میشه که من میشم یه وسیله از طرف همه مردم که این هدیه ها رو برسونم به دستشون. مرسی. فقط میخواستم اینو عرض کنم خدمتتون که ساب کنین، لایک کنین، مشترک شین، کامنت بذارین، به دوستاتون بگین، بعد اشتراک بذارین. مرسی. عاشقتون.